سرکوب و بازداشت‌های گسترده معترضین پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران و مشاهده ایستادگی جوانان و زنان ایرانی تاثیر عمیقی به ویژه بر هنرمندان و نویسندگان به جای گذاشت. هرچند قطعات و داستان‌های کوتاه ادبی زیادی از اعتراضات صلح‌جویانه مردم ایران به چاپ رسیده، ولی کمتر رمانی در این زمینه نوشته شده. مهمان امشب شباهنگ خانم سعیده پاکروان، نویسنده، شاعر و مقاله نویس ایرانی مقیم آمریکاست که سالهاست در خارج از کشور قلم میزنه و بسیاری از آثارش در مجلات و نشریات فرانسه و آمریکا به چاپ رسیده. خانم پاکروان نخستین رمان بلندش در مورد ایران را تحت عنوان توقیف هویدا، داستان‌هایی از انقلاب ایران به چاپ رساند و در حال حاضر بر روی رمان دومش به نام آزادی کار می‌کند. آزادی با آمیزه‌ای از داستان و حقیقت، جامعه و فرهنگ ایران امروز را در قالب ماجرای دختری جوان که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات بازداشت شده تصویر می‌کند. خانم پاکروان بهتون سلام می‌کنم، خوش اومدید به برنامه شباهنگ. لطف دارین، مرسی، خوشحالم که اینجا هستم. خوشحالم که رمان شما داره در میاد. کی میاد تو بازار؟ فکر کنم تا 3 ماه دیگه به بازار میاد. ژانویه 2011. بله. بسیار عالی. خب همونطور که در مقدمه اشاره کردم شما سالهای بسیاری خارج از ایران بودید و بیشتر آثار و داستان‌هایی که می‌نویسید کمتر به ایران می‌پردازید، ولی رمان اولتون خب در مورد ایران بود و حالا رمان دومتون رو موضوعشو گذاشتید حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. چرا تصمیم گرفتید که به این مسئله در رمانتون بپردازید؟ بله، همونطور که اشاره کردین من اغلب نوشته‌هام در مورد ایران نیست، منتها البته مقداری هم داستان و شعر و مقالات گوناگون درباره ایران دارم. می‌دونید درسته که سال‌هاست من خارج بودم دور از ایران، ولی فاصله جغرافیایی معنیش بی‌تفاوتی نیست و اتفاقات ایران همیشه برام خیلی مهمه، اخبار ایران برام مهمه، دنبال میکنم. اغلب باید بگم که با احساس شرم بسیار و غصه از اینکه ایران چنین تصویر رو به دنیا نشون میده، اما همیشه با یک حالت ناامیدی به قضایا نگاه میکردم. بعد از حادثه های در دنبال انتخابات قلابی تابستون پارسال ناگهان متوجه شدم که واقعا یک حرکت مردمی خیلی عظیمی در ایران داره رخ میده که شاید تا حالا متوجه نبودیم که چقدر این ملت تحول پیدا کرده و چقدر ظرف این چند دهه گذشته روحیش عوض شده. الان ملتی فوق‌العاده با سواد، فهمیده، شجاع، با شهامت و واقعا فکر میکنم که آرزوی یک سیستم دموکراتیک واقعی رو داره. من شخصا خیلی به ارزش‌های دموکراتیک، لیبرال، سکولار اینها عقیده دارم. ناگهان دیدم که واقعا زبون هم رو میفهمیم و ناخودآگاه شروع کردم این رمان رو نوشتن. در واقع میخواستم یک داستان کوتاه بنویسم، ولی قهرمانای داستان خودشون رو انداختن این تو و در واقع داستان رو به من دیکته کردن. پس بنابراین شخصیت‌های داستان یه کاری کردن که شما این رمان بلند رو به بازار بدید. دقیقاً. بسیار عالی. خانم پاکروان، داستان رو میتونید به طور خلاصه برای بینندگانمون شرح بدین که چی هست؟ داستان قهرمان اصلی یعنی رهاست. رها یک دختر جوان 22 ساله است که دانشجوی آرشیتکتور در دانشگاه تهران و با خانوادهش، با دوستانش، با اغلب کسانی که دور برش هستن در تظاهرات خیابونی شرکت میکنه بعد از انتخابات و به امید اینکه البته وضع برگرده و انتخابات جدیدی قرار بگیره.
در دنبال یک حوادثی آشنا میشه با یک سپاهی همسن خودش به نام حسین که نقش مهمی رو در ادامه داستان خواهد داشت. در یکی از این تظاهرات متاسفانه چیزی که نباید بشه پیش میاد و رها بازداشت میشه، میره زندان و در زندان روبرو میشه با یک خشونت عمل بسیار خشن و خورد کننده. از زندان که آزاد میشه، عوض این که بره کنار اتاقش بشینه کز کنه به اصطلاح و به وضع خودش گریه کنه، تصمیم میگیره با کمال شهامت که داستان رو تعقیب بکنه و با به بهترین وضع ممکن در جامعه فعلی ایران این مجرمین رو به سزای خودشون برسونه و بقیه داستان همینه. و شما داستان رو تا جایی که من میدونم از زبان و از دید شخصیت‌های مختلف روایت میکنید، یعنی یه قسمت رها، با اینکه رها قهرمان اصلیه، ولی یه قسمت رها، یه قسمت حسین سپاهیه، یه قسمت کیان اگه اشتباه نکنم نامزد رهاست. چطور تونستین خودتون رو جای این شخصیت‌های مختلف مثلا قرار بدین و باشون ارتباط برقرار کنین؟ به هر حال میدونین داستان نویس اصولا خودش رو جای شخصیت‌های گوناگونی که درباره‌شون می‌نویسه خیلی راحت میتونه بگذاره. بعدم هرچی باشه این آدمای خاصی نیستن، آدمای عجیب غریبی نیستن، آدمایی هستن که زندگی خودشون رو میکنن در یک فضایی که من باش آشنا هستم، با اینکه جمهوری اسلامی رو نمیشناسم میدونم که فضای ایران چطوره اصولا و روحیه ایرانی چطوره. خیلی مشکل نیست تصور کنم که یک سپاهی جوان چجوری فکر میکنه یا یک دانشجو چجوری فکر میکنه یا یک خانم میانسال خانه‌دار مثلا. چرا تصمیم گرفتید رها این دختر جوان دانشجو رو بکنید قهرمان داستان؟ والا زنها در ایران اصولا در مملکت اسلامی یا مسلمون خیلی وضعیتشون مشکل‌تر از مرداست. در مملکتی مثل جمهوری اسلامی فشار روی همه خیلی زیاده، ولی در مورد زنها فشار بازم بیشتره، به این دلیل که خب در اسلام زن نصف یک آدم حساب میشه، مرد حساب میشه و در جمهوری اسلامی فکر کنم هیچی حساب نمیشه. وقتی که دیدم این دخترای جوان چطور کنار پسرا در این تظاهرات شرکت کردن، خیلی خیلی برام واقعا باعث افتخار بود و دیدم که یک کسی باید بره این دنبال این داستان و سعی کنه که بفهمه چطور یک دختری چون رها که زورش نمیرسه خودش بره به نیروی انتظامی حمله بکنه، چطور میتونه کمک بکنه، مثلا سنگ از رو زمین برداره بده به پسرها برای اینکه رن پرتاب بکنن و غیره، و حاضرن که واقعا هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن برای اینکه بتونن حقشون رو به عنوان یک شهروند از این دولت و از این حکومت بگیرن. رمان آزادی هم داستان هست و هم در واقع حقیقت، یعنی شما داستان رو با حقیقت یه جوری در هم آمیختید. چرا تصمیم گرفتید حوادث پس از انتخابات رو به این سبک روایت کنید؟ والا نمیدونم چطور این رو توضیح بدم. همونطور که گفتم داستانی است که برام رسید، یعنی من واقعا دنبالش نرفتم، میخواست مثل همه درباره این داستانها و اتفاقات زیاد فکر میکردم، زیاد درگیرش بودم از نظر فکری، حتی میتونم بگم از نظر روحی، و داستان خودش رو معرفی کرد به من. طبیعتاً داستان در چارچوب حکومت فعلی و ایران امروز قرار میگیره، بنابراین یک امری بود ناخودآگاه تقریبا میتونم بگم تا موقعی که واقعا شروع کردم نوشتن و وارد داستان شدم.